شما برای استراحت به کجا میروید؟ باکو آوهیدین حاضر آوهیدین این پنجکنده پامیر بعد دهاتی دیروشان چون که هوا تازه است محیط زیباست. من زیادتر وقت خوش هستم که باید به طرف خوجند برم، به طرف سفید دره برم. زیاد جایا هست. خواجه بیگرم، رومید، جایی که تاجیکستان در خیلی جای خوب است. فقط تاجیکستان رو میخوام گردم استراحت کنم. کجا رفتید؟ اشت. اونجا یگان آسایشگاه است؟ لویه تایی لوی میکنی؟ تایی لوی در آسایشگاه رفتم یا دوباره آسایشگاه خواجه بیگرم دوباره رفتگی هستم. خوب است؟ خوب است. خیلی استراحت کردیم. خوب است. Мы как раз и приехали в отпуск в Таджикистан. ما همین حالو به تاجیکستان برای استراحت آمدیم. میخواهیم زیبایی‌های تاجیکستان رو ببینیم. سفر رو از شهر دوشنبه سر کردیم. نیت داریم به خوجند سپس به طرف کولاب رویم. Худжанд, в сторону от Коляб хотели посмотреть. امکانیت نیست، وقت نیست. همه خیلی وقت نیست. خانه، اویده، کار نمیشه. باز به کجا آرزو دارید رفتن؟ با دیگر سیاره کشورها من آرزو دارم که به گروزیا روم، دولت گرجستان. در آنجا که من این رستوران گروزینسکی طعام‌های ملی گرجی کار میکنم در مسکو. همیشه آرزو دارم که یک بار تبلیسی، باتومی همون شهرها رو ببینم. امکانیت با استراحت رفتن مردم دارن یا نه؟ حاضر کمگی دارن، مشکل نیست. امکانات هست فعلا. کاروبار خوب است، میتونه مردم سفر کنه، میتونه مردم چکر بزنه، میتونه. مشکل نیست. اون 2000 سومانی خطی به فکرم یگان نفر بیرون از کشور رفته استراحت کردن چون این شرایط نداره. اساساً پنجم میگیرم چی میرم کجا میرم؟ این 2 هفته اینه تورا است. از همین تاجیکستان باید 2 هفته میتونین دبی رفته دامگیره یا دیگر جا. دبی دا کمی مبلغ دبی روی تو. باید مبلغ نیست دبی روی تو. مبلغ های مزو باشه چی بینی که میرم؟ وطن خود منسوزه برای استراحت. Чем Дубай, Египет, я думаю... به نظر من دیدن جایهای طبیعی آسیای مرکزی بهتر از دبی و مصر است. از تاجیکستان خیلی خوشمان اومد. زیرا درخت‌ها زیادند. حالا در دیگر کشورها همه چیز صنعتی می شود. مثل دبی هیچ چیزی طبیعی نیست. Дубай. А Дубай там же все искусственно, ничего нет такого. کلمه استراحت به معنای یک جوده ایستاده یا که یگان نگاه کرده یا که یگان طبابت کردن این برای من نیست.